اینجا روستای فشک است، واقع در استان مرکزی بخش فراهان که در سال 1364-65-60 با حدود 700 خانوار و با جمعیت 4000 نفر، ولی الان متاسفانه با حدود 200 خانوار با جمعیتی 500 نفر اینا باید بشه. حالا یه چیزی بالا پایین. زمان اول انقلاب سال 1354 بیمارستان اینجا ساخته شد که بیمارستان اون موقع جراحی، مامایی، نمیدونم همه چی داشت که الان شده یه بخش کوچک به نام خانه بهداشت. ببین چه کردن با ما ها. همه جمعیت اینجا از اینجا رفتن، جمعیتی هم نداره، یه پیر پاتالا که مردن و جوانان اینجا نیستن.